سلام بر همگی، این فریوکیلر هستم و خوش اومدید به ویدیو دیگه از چنل این فریوکیلر. امروز با دوست خوبم اومدیم که یه گیم پلی داشته باشیم و خبرهای فورتنایت رو با هم مرور کنیم و من به شما خبرها رو بگم. اولین موضوع رو با موضوع لاکلاین شروع میکنیم که استریمر معروف آمریکایی هستش که جدیدن فورتنایت هم به خاطر معروفیتش اسکینش رو آورده، هم برای پول درآوردن خودش. میتونید عکسش رو ببینید. یک دنس داره، خود آوتفیتش هست، بک بیلینگش و پیککسش که همشون اسکین قشنگه. موضوع بعدیمونم درباره گوست رایدر هستش که اسکین از سری اسکین مارول که فورتنایت با قراردادش با مارول این اسکین آورده و شما با شرکت کردن در تورنمنت میتونید اون رو دریافت کنین و میتونین عکسشو ببینید. این هستش. یه رپ داره، یه پیککس داره، خود اسکین، گلایدر، بک بیلینگ و اینم که پکش میتونید ببینین. اسکین قشنگی، اگر میخواین نزدیک ببینید این هستش. کاملا قیافش الان معلومه و اسکینی که تو با این آپدیت اومدن پادشاه مایدس که در پک جوکر هستش، خود اسکین جوکر و که بازم اسکین قشنگه و یک اسکینی که خیلی وقت بود قرار بود به داخل بازی بیاد ولی نیومده بود این هستش. و اسکین بعدیمون یک اسکین مدل خانم نینجا هستش که البته رنگش رو فقط آبی کردن و دارن میفروشن. فورتنایت این کار رو زیاد میکنه. اسکین بعدیمون مربوط به اسکین پلی استیشن هستش و شما میتونید دقت کنید. این اسکینم اسکین اسلورپ بود و این اسکین هم کسایی که اسکین کابوی زامبی رو داشتن بهشون میده. موضوع بعدیمون مربوط میشه به اسکین اوجی و چپتر 1 فورتنایت. فورتنایت یه کارایی داره میکنه که مربوط به چپتر 1 و الان عکس چپتر 1 رو براتون میذارم. اسکین چپتر 1 که فورتنایت برای فروش به چپتر 2 به آیتم شاپ آورده. این کارای فورتنایت واقعا مشکوکن چون هم چالنجی در داخل بازی هست که باید قسمت قدیمی بازی رو ببینیم و هم این اسکینا رو آورده. احتمالاً ما شنیده بودیم که قراره موقع ایونت نکسوس وار ما یک چیزی از چپتر 1 ببینیم. معلوم دقیقاً چی، ولی یا به مپ قبلی میریم یا از روش رد میشیم که احتمالاً من احتمال میدم این ادله من هستش که ما قراره به چپتر 1 بریم، یعنی به مپ چپتر 1 برگردیم. چون فورتنایت اگه دقت کنین واقعا این مپ ما رو ترکونده، همه قسمتاش همین استارک فرنزی فارمون رو کاملا برده. اگه سیزن بعدم بخواد اینجوری باشه چی؟ و موضوع بعدیمون درباره تورنمنتی هستش که شما میتونید داخلش وی باکس به دست بیارین. در کشورهایی هستن، کشور خاورمیانه است و برای شما که میخواید وی باکس به دست بیارین متاسفم چون اسم ایران داخل کشورهایی که میتونن داخل شرکت کنن نیست. و خب اگر شما پوینت درش به دست بیارین، کسی از شما اگر در خارج زندگی میکنه، شما اگه پوینت درش به دست بیارین میتونید این اسکین رو دریافت کنید. و حالا با هم بریم بخش از گیم پلی منو ببینیم.
من این فریوکیره هستم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار دوستان. بای.